سلام به هنرمندان عزیز. امروز قراره با هم یک دستگیری بدوزیم، دستگیره فانتزی و زیبا. 2 تا دایره از 20 در 20، 2 تا دورش رو میدوزیم، یه قسمتش رو باز میذاریم برای برگردوندن. بعد از اینکه برگردوندیم یک مربع داریم که این مربع در حدود 15 در 15 و در وسط این دایره میخوایم قرارش بدیم. اول با الیاف میدوزیم، بعد 2 تا دورش رو آرایش میدیم مرتب و در وسط این دایره قرار میدیم. قسمت نیم دایره، قسمت بالای مربع رو هر 4 طرف رو با سنجاق فیکسش میکنیم. بعد از اینکه این کارو کردیم دور تا دور این نیم دایره رو چرخ میکنیم که فیکس بشه به این قسمت پایین دایره. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم نوبت دوختن بنده. یک نوار داریم در حدود 10 در 4 سانته و این نوار رو به صورت بند میدوزیم. بعد از اینکه این بخیه روی دستگیره تموم شد نوبت دوخت بند و وصل کردن اون به دستگیره می باشد. بعد از دوخت آن دیگه این دستگیره آماده است و این هم از دستگیره فانتزی که با عشق و هنر دست خودمون ساخته شده. امیدوارم که شما هم از این آموزش لذت برده باشین.